خوجند و کوکتوش حالا مراتبه 12 با هم وامخند خوب بیاید چون دسته خوجند رو میدید. کریموف 20 سمندر اوچیلوف 96 77 دلیر یادگوروف 18 کامرون تورسونوف 28 و دلشاد بزروف رقم 10 هستند. اینها بازیگرانی هستند پست درباره اون نفرانی که در کرسی احتیاطی نشستند همچون سر روی دسته به این بازی آمده است و از مرکز میدان حالا فوتبال بازی دسته از همه بیشتر بازیگری بهتری دعوا شده است. دلیر یادگوروف پرتاف انجام یابد و توپ وارد دروازه میشد. بسیار هم گل زیبای و غلطی است. خوب بیاید اینجا خوجند و کوکتوش حالا ببینید این ضربه زده میشد. کسی نرسیده است. این توپ به نام دلیر یادگوروف ثبت بله دلیر یادگوروف ثبت میشود. این برای همین هم مبارزه برای جایهای افتخاری باز ادامه خواهد یافت. باز یک امکانات دیگر، باز یک عالی گزارش اینجا. بله ببینید این بله این خیلی گزارش عالی بود و در حقیقت اگر نازیم باباجانوف هم کوکتوش برگردانیده بود اما باز یک هجوم دیگر، باز یک کامرون تورسونوف چیکار گل سوم را میزند. بله حالتی غیر بازی نبود از نقطه نظری که ما اینجا دید خوب صد نمیگذارند. نه نبود اینجا حالت نابازی نبود هرچند فوتبال بازی دسته نویر رودکی خیلی زیاد هستند. ضربه زده میشود و امکانیت گلزنی 100% و حساب دوستان گرامی تغییر مییابد. دیف بازیگری رقم 18 باری دیگر حالا ببینیم. بله در 38 دقیقه که پسی سر شد دلیر یادگوروف بسیار عالی. انا گل و من گل با قول علی شریفوف بسیار گل زیبا بگی بازیگری بهتری دست کنند. حالا ببینید اینجا خیلی خوب توپ از محافظتگر به اون میرسد و دروازه‌بان اجدین حبیب‌الله خیلی پیش رفته بود. احسان بابایف این پسی گلی به اون محسوب دونسته میشه. استقلال خوجند و کلوب مرکزی ورزش ارتشگاه در سمت پیش است. حالا امکانات خوبی گلزنی کامرون تورسونوف و ببینید حالتی غریب بازی است اینجا ببینید پرویز تیری دروازه رو لمس میکند. دیواری محافظ شدند ضربه زده میشود بسیار هم خوب و عالی و ببینید تو به همون ثمر رسوند. حالا باز هجوم باز یک ضربه دیگر و اینجا توپ دوم وارد تور دروازه میگردد. این بسیار هم ماهرانه بود از جانب بازی امروزه. دو نفر هم دلیر یادگوروف و اینجا این گل زیبا است مثل گلی که دلیر زده بود. شاید برتری داشت از اون خاطر که برتری دروازه برخورد و حالت خوب اینجا برای او موقعیت داشت. ببینید نزد اون ضربه که باید دقیقاً به طور دروازه رو میشد. بازی باز هم جالبتر میگردد در چمپیونات مملکت و اکنون مرحله سوم که هست باز چند بازی دیگر خاطری برو میتواند باز هم بالا بردارد.